دیدی جدیدن تو این اینستاگرام میگن شیر خوش فقط واسه نوزادان نیست، واسه پوست صورت هم مناسبه. خیلی ازم میپرسین که اینو تایید میکنید یا نه. امروز میخوام یه بار برای همیشه پرونده این موضوع رو ببندیم. اونایی که پوست صورتشون چروک داره یا پوست صورتشون به دلیل افزایش سن شل افتاده شده، اتفاقا همین شیر خوش براشون خوبه. شیر خوش به شدت واسه آبرسانی پوست مناسبه. باعث میشه بره زیر پوست و پوست رو هم پر میکنه. از طرفی میتونه تمام مواد مغذی از دست رفته پوست رو هم بهش برگردونه. یه سر و گردن از تمام آبرسان‌های داخل بازار بالاتره، چون هیچ گونه ماده شیمیایی توش به کار نرفته. فقط طرز درست کردن و استفاده کردنش خیلی حساسه. اینو واسه کسایی که زیر این ویدیو ترانه شیر رو کامنت کردن و پیج و فالو دارن اختصاصاً توی دایرکت ارسال میکنم. فقط این ویدیو رو سیوش کن که گمش نکنی و بتونی ازش استفاده کنی. بفرست واسه دوستات که دوستشون داری و به پوستشون هم اهمیت میدن.